جونه داداش خودت که میدی من نه ندارم میدم آمد دیگه ما میدم داشته باشم میدم دیگه زور دیدم پول ندارم خب چیکار کنم پول ندارم بگید جون مادرتون بگید دیگه تو چه اتفاقی نگو آقا سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون آمده تبریزی هم هوای بی‌نظیر، بارون هم داره میباره. یا حسین شمال چه حالی میده. الان ما شمال حالا اینا رو ولشون قراره چیکار بکنیم؟ قراره بره به آقا مهدی امینی بگه که آقا بهم بدهکاری طلبکاری نمیگه چرت و پرتایی بگه و ادامه ماجرا آقا مهدی رو عصبانی کنیم. به نظرم عصبانی شدن این شخص آقا معلم سلام خیلی مخلصیم. نمی‌دونم. قراره همه بریزیم رو مهدی امینی ببینیم چی میشه. من نمیدونم این چیزا همیشه چرا رو من تمام میشه. میخوایم آستانه تحمل این بشر رو ببینیم. من نمیدونم واقعا خیلی این مخلصم. داستان چی میشه؟ واقعا این ویو رو چه ویویه. تا آخر این ویدیو ما رو دنبال کنید. چی؟ دنبال اون کنید. دایی مسعود الان میتخون همین الان نزدم بده باید آقا رو بکن محمد مگه خیلی خاک پا تا آمد بزرگی مفاده چه بیال. خوش اومدی آقای حامد تبریزی نازنین. هوا چقدر سرد شده. خیلی سرده. الان به امیر گفتم چای بیاره. چای گفتم دم کنه بیاره. از شانس ما زمستون اینجام شروع شد. خیلی هوا خوبه. سرده ولی هوا خوبه واقعا. ولی دم اون کسیم که اینجا به این قشنگی چجوری آورده اینجا لوازم بنایی فلان خیلی سخت. نجار بیشتر آورده دیگه. ولی خب لوازم بیاریم چون که چقدر سخت بود بالا اومدن. حالا بیادبیه زده درست کرده پولش هم داره در میاره. مثلا اینجا شبیه 10 15 تومن داره اجاره میگیره. ولی میاد زمینش متری چند اینجا؟ والا دیگه ماشاءاللهش بشه دیگه قربونش برم رفت بالا. یه زمانی الان فکر کنم 10 15 تومن نمیدن. میرم قرم خدمت شما. من حساب برم پایین. عشق من دست دارم. مرسی داداش مرسی. آقا من باشه اون زغاله هم بکش. ببخشید من یه 3-4 دادم میخوام وقت آقا مهدی رو بگیرم. حالا نمیدونم چه جوری بگیرم روم نمیشه ولی دو کراس آقا مهدی من میخواستم یه ماه پیش موتور بخرم بعد پولش هم داشتم و شانس بعد ما خیلی گرون شد. بعد اینکه نزدیک 40 میلیون پول کم داشتم هنوزم دارم که حالا به لطف بچه ها آقا حامد آقا مسعود آقا مهدی آقا امیر علی آقا 20 تومنش اوکی شد. یعنی هر کی در حد توانش بود داد. نمیدونم روم نمیشه بگم ولی من 20 میلیون کم دارم. بعد میدونی شما بزرگ مایی من حتی روم نشد به پدر مادرم بگم پس میدم و یه ماه پس میدم ولی خب الان گیرم بازم بره بالاتر. یعنی مثلا یه بار دیگه باید بگم 60 میلیون میخوام 80. الان چون بالاتر نرفته اگه میتونی واقعا نمیدونم جونه داداش خودت که میدی من نه ندارم یه ذره زودتر میگفتی که میگم چک داشتم مثلا کلا پاس کردم 0 ببین چی؟ 20 میلیون نه مرسی. حالا میدم آقا مهدی ماه میدم نه چک پاس کردم چک بس زودتر میگفتی بهم آره با چیزی دیگه. حالا 20 میلیون واقعا عددی نیست واسه شما. من نمیدونم نه حسابم من فایده خود که من اصلا این حرفا رو نرم لازم دارم. حالا آقا حامد اینا میدونم. آقا مسعود یه لحظه خواهش میکنم جان میگم اگه میشه با آقا مهدی بگید 20 تومن من بده. من الانم روم نمیشه این حرفا رو میزنم چون من خودم خورد میکنم. داداش تو که ندارن نه نداره دیگه. چک داشتم پاس کردم 0 هم داشته باشم میدم دیگه ندار که نیست داشمیتی بزرگی همه سیرش دروغ چقدر من کم داریم؟ والا 20 تومن بودش 40 تومن بودش که شما 500 دادی بقیه بچه ها 20 تومن رو جور کردن ولی این 20 تومنش مونده رو کراس. بابام هم گفتش سر ماه دیگه بهت میدم. مثلا این پولی که بابام سر ماه دیگه میده رو میخوام به شما بدم ولی نمیدونم دیگه. حالا نمیتونی واقعا یه کارش کنی. داداش ندارم که میگم 0 هم چک پاس کردم آقا تو موجودی تو زور دیدم من داشتی SMS میدادی. دیدی من تو کجا دیدی داشتی SMS میدادی تو این سمسات موجودی تو زور. میگم چکم پاس شده دیگه داشته باشم بهت میدم که تو دعاشو نگی زنگ بزن بگو که حتما بیاد این چیزو عوض کنه. فردا صبح توزیل خراب گفته ماشین کاپی شد اون ماشین داره شد. او دیگه اصلا عوض اصلا حتما صاحب خراب شده اون اصلا هم حالا هیچ جونه نمیتونی یه کاری کنی. داداش ندارم هم که
می غریبه ای چیکار کنیم بازه؟ صبح نمایندگی میاد ولی علی قلان و زغالا رو حواست باشه. یه دو تکان قلیون میگیرم. داداش این سوخته بیاین عوض کن. بذار من میخوام پایین عوض کنم. اینا میتونه. بذار چیز چای دم بکشه بعد میری عوض میکنی. برو عوض تو برو عوض. زغالا گرفته داری. آمد جان من وای بردم ولی دیدیم تفاهم. آ تو رو خدا یه دقیقه مشکل منو حل کنی. بابا چی داری؟ اونو باشه دیگه یه دقیقه بذارید مشکل منو حل خب کنید. الان وقتش نیست. اصلا قلیون داداش نمی‌کشه. نشسته کلیت کردی به پول میگم خب دیگه به بعداً حالا صحبت به کنیم. جون خودت یه ماه میدم. نمیدونم اصلا چجوری خب الان اینجا جاش نیست بعداً صحبت کنیم. آره جاش نیست که جمع خودیه دیگه. ندارم سالار فازت چیه؟ زور دیدم موجودی تو. حالا اگه نداری میتونی حداقل هم نمیده قلیونا. برو پایین دوغلا رو نگاه کن. من نمیدونم اصلا آقا مسعود واسش مهم نی. من داداش تشمیتی بزرگم از میگی ندارم دیگه. تو بگو موجودی میگی ندارم دیگه. آقا قرار شد اصلا بشینیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. حالا پول خودمون چی میگم 20 تومن نری بدی اون 5 تومن خودم بده. 5 تومن خودم دیگه. کدوم 5 شما؟ یه سری رفتیم تبلیغات گفتی برات میزنم تو اسلام شهر رفتیم. خب چرا تو داره خب آقا میتونم بودیستم منم اومدم دیگه. بابت چی اومدی؟ من واسه چی بردی؟ بردی الان؟ فیلم بگیرم؟ سالار فازت چیه؟ ادامه نه دیگه بابا نه زشته. خب آقا پول ندارم خب چیکار کنم پول ندارم. زشته بابا داشمیتی. آخه میدونم یه جوری میگی بدهی رو بده فازت چیه؟ خب تبلیغات میخواست تو رو میخواست چرا به من منو گفتی؟ چرا آوردی آقا مهدی؟ منم خب اومدم تو پیش من دیگه. همه جا میای دیگه اگه اینجوریه که اگه چی رو میگی؟ زرنگیه والا به بقیه بچه‌ها پول نه دادم. شما بگید تبلیغات دیگه. میگی آقا مهدی خودت الان داشتی میگفتی نیم ساعت پیش. با هم چی رفیقیم. میگفتی؟ گفتی یه جا رفتیم تبلیغات 5 تومن پول منم مونده دست آقا مهدی. بگو دیگه. چی میگه؟ آقا بابا مهدی داره زر مفت میزنه. شما نگفتی تو کافه من اومدم 5 نفر اونجا نشستن غذا خوردن آقا مهدی کارت نکشید چی رفت. میگه؟ خب بگید جون مادرتون بگید دیگه. خب چرا الان چیزی زدی تو؟ قسم باشی نه، بابا چیزی مثلا حرفی زدی؟ نزدی. جون مادرت بگو. ما سفره‌مون یکی. بپرس ازش دیگه. آمد چی میگه؟ مسعود چی میگه؟ چرا تو آمد پرت میگه داداش. آقا بگو دیگه الان رود مسعود هم چه حرفی نمیشه. زدی تو؟ مغلطه برای چی میکنی سالار؟ باشه، ما آمد. که هرچی یه دقیقه صدا شما تو نگفتی نگفتی سر مسئله ساختمونی که از گاوداری واسه من آورده بودن نمیدونم زمین بغلی گاوداری تو الان منم چیزی شنیدم. زدی، نه چیزی دارم خوردی؟ اینو میگم. مستی؟ شما خودت نگفتی سر اون مسئله ساختمون سالار دو با تا تو هم سیمان. با تو هم نه آقا مهدی من الان میگم فاز پول گرفتی. خودمو بده. ها؟ پول خودمو بده. بلند شو برو زشته آقا چیزی هست بگین شما نه بابا بچه خودش حالا اون چیزایی که بچه داره چرت و داداش، من- پرت شما بزرگی نه با تو ما کی تبلیغات خب داری؟ بگو دیگه حداقل بگو. صدا تو بیار نیم پایین. ساعت پیش داشت الان چیزی زدی میگه میگم تو به جون فازت خود چیه؟ نه، میگم آقا به جون مهدی، خودت این نیم بنده ساعت خدا- پیش داشت میگم. بذارید داداش. از زغالش نگرفته. میگم به جون خودت نیم ساعت پیش داشت. حالا من که چیزی نخواستم گفتم پول بده پول نداشتی پول خودمو بده. خودمه چیه؟ پول چی؟ آقا 5 ما تومانی همه که با هم میریم. سالار. هم میریم. خب آقا یه چی بهت بگم شما یه تبلیغات میگیری من یه کار میکنم. پرت میگه داشمیتی. علی آقا بعد میگم بعد حرفی میزنم بگو بعد میگی. منم دیگه همین یه دقیقه برو گوشی من از پایین بیارش. منم الان مسعود تو قهوه خونه کی تو پول حساب کردی داش؟ مسعود با تو هم چی میگه؟ راست میگه دیگه. 3-4 بار مهمونات آوردی. ما چی رو راست میگه؟ فازت چیه؟ آقا شما هم بگو دیگه. تو چه نگو آقا چه فازیه؟ چه فازی چی پولمو میگی بده. تو؟ من چی گفتم؟ مسعود چه پولی خرج میزنه. کردی تو؟ همیشه زورتو به رخ میکشی. آمد آقا چی پول میگی؟ بده کاری پولتو بده. اصلا یه چیزی حرفو بهش- نزدم بابا. پولتو بده کاری پولتو حالا بده. تو با بدون با عادت دست باش. بعد باش چه 3-4 بارم پولمو بده. برو بیرون. پولمو بده. آقا مهدی داداش پول مخفی بود داداش. چقدر بد زد. چقدر بد زد. آی شدی پول مخفی بود داداش. گوشت چی؟ پرتل نکن دیگه. واقعا صدا من فکر کردم خورد تو گوش من صداش بد بود. تو چی؟ من من ناموسم به جون تو من نبودم. یا مسعود
نکن مهدی وای گوشه آمده گوشه بگم با گوشه هم نرسید حامد ناموسن کارش من نه بابا آقا خیلی مخلص صداش تا پایین اومد قاطی کرد صداش تا پایین اومد بچه هی میگم کلکل نکن با مهدی دیگه. مگه نگودم دور رفت رو من نشید خیلی بد من میگم اینا رو من نریزید نزدم بزنم مهدی دست یا با دست صحبت میکنه من دیگه 60 کیلویی داره با دست صحبت میکنی من نمیدونم اصلا یه چی؟ بگی علی خیلی دیگه بد بگیم من دوری مقرون میگم من درشو نریختم من بودم بابا آقا مهدی اصلا شوخی نکنیم آقا من گفتم آقا اونایی که دارید نگاه میکنیم ما گفتیم بابا اشمتی شوخی نکنیم گفتیم عصبی میشه یا نمیشه ولی شد آقا سالا رو آقا آقا به افتخار سالا مرسی. من واقعا الان دیگه زبان قاصره ما این دوربین منو داره واقعا زبان قاصر واسه این شکی که سالار من شرمنده اگه ترهشم ریختم پشیمونم من پشیمونم یه دقیقه این خیلی بد دوربین مقبول افتادم رو من نشید من نه بچه هم گفتم اشتباه شد داشمتی هدف هدف سرگرمی و خندوندن بچه هاست هیچی باینا اینا نشد. همه جب شوخی نده. بود همه شوخی بود نداره حالا بگو چه نزد آقا سالا اونمو بگو. بده. نداره. اونمو بده رئیس رو نمیدی حالا واقعا نه بگیریدش خب نه بچم آقا اوکی همه چی درد که نداره پخش کنید ولی 5 تومن منو آقا مهدی باید رضایت بده پخش شد نه تو 5 تومن بده پخش نشه لطفا حالا اگه خودش بخواد چی اگه خودش بخواد نه خودش بخواد چی من راضیم ولی به یه شرط 5 تومن من آقا الان بگو جلو دوربین تو چند بار رفی رستوران دست جیبت نکرد اینو بگو دوربین تموم داش شده مهدی میدونیم اگه از نمیزدم آقا اگه این اینستاگرام میبینید چکی که من خوردم و فالو کن من نمیزدم این ریخ رو محسود حرف زد اصلا دوست آقا میتونی میری کافش کارت بکش آقا خیلی مخلصیم آقا اوکی یه پخش کنیم ببین آره ما چرت دیگه اجازه پخشو داریم دیگه آقا سالار اجازه پخش خودت از آقا مهدی شماره شبامو بدم اوکی خیلی مخلصم مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید دمتون گرم مرسی